Безусловно, это сильный стратегический военный удар, если мы рассматриваем это чисто с اگر از نظر نظامی بگیریم بیشک این یک ضربه سخت استراتژی و نظامی به گروه دولت اسلامی است. البته ضربه سیاسی نیز هست، چون بعد از سقوط شهر موصل عراق رقه را به اصطلاح پایتخت نو خلافت اسلامی اعلام کردند. رهبران گروه از موصل به رقه رفتند. بنابراین معلوم بود که سرنوشت این شهر حل شده است و نیروهای ائتلاف شهر را مورد حمله قرار داده و آن را از دست جنگجویان میگیرند. حالا جنگجویان به گروه بندی و تغییر مکان شروع میکنند. ما میدانیم که این سازمان مقاومت میکند و اصولهای جنگ و استراتژیش را با نظرداشت شرایط عوض میکند. برای همین باید انتظار شد که این سازمان به گروه بندی جنگجویان و تغییر مکان آغاز میکند. یعنی میتونیم بگوییم که با وجود اشغال شهر رقه خطر این گروه از بین نمیرود. خطر این سازمان تروریستی از بین نمی رود و برعکس خطر گروه دولت اسلامی زیاد و زیادتر می شود. افرادی که از طرف این سازمان می جنگیدند به جنگ پنهانی می گذرند و به دیگر منطقه ها می روند. منبع های نوی خطر می سازند. با نظرداشت حرکت و تغییر مکان کردن اعضای این گروه می توان خلاصه کرد که خطر دولت اسلامی از بین نمی رود. البته جنگجویان گروه در خاور میانه می مانند. گزارش های بود که گروه های از آنها به شرق یعنی به سمت افغانستان حرکت کردند. ولی طور همکاران ما از بخش افغانی میگویند در کشور گروه دولت اسلامی طرفدار ندارد. دیگر منطقه های درگیری در نزدیکی یمن و لیبی است که می توانند به آنجا بروند. سرگئی تخمین های بود که در صورت شکست سخت گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق جنگجویان آن به خصوص جنگجویانی که از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم رفتند میتوانند به منطقه برگردند و در آنجا خطر ایجاد کنند. آیا این احتمال وجود دارد یا منطقه زیاد دور است؟ Безусловно, те, кто в свое время выдвинулся на Ближний Восток из других стран. بیشک آنهایی که از دیگر کشورها از جمله از آسیای مرکزی به خاور میانه رفتند. با آنجا نه تنها شهروندان تاجیکستان و ازبکستان رفتند، تعداد زیادی از قرقیزها نیز به عراق و سوریه رفتند. آنها با هدفهای گوناگون از جمله کمک برای تأسیس خلافت اسلامی رفتند. ولی با شکست گروه دولت اسلامی هدفهایشان برباد رفت و طبیعی است که آنها به وطنشان برمیگردند. اینجا دو مسئله است. اول اینکه آیا آنها برای اطرافیان خطر ایجاد میکنند و با آنها چگونه باید مناسبت کرد. البته مقامات از برگشت آنها نگران هستند، چون معلوم نیست که آیا این افراد از عقیده هایشان دست کشیدند و میخواهند به زندگی آسایشته برگردند. البته نفرت بعضی ها از بین نرفته است و البته سعی میکنند در جایهای نو عملهای تروریستی انجام بدهند. شاید بعضی دیگر از آنچه که در خاور میانه دیدند پشیمان شدند و میخواهند به زندگی آسایشته برگردند. مهم آن است که جامعه با آنها چگونه مناسبت میکند. البته باید با آنها احتیاط کرد تا فریب خورده از دست آنها آسیب نبینند. از طرف دیگر جامعه و اطرافیان باید به آنهایی که پشیمان شدند و نیت صمیمی بازگشت به زندگی آسایشته را دارند کمک کنند. مشکلی در همین جاست، ولی بیشک جنگجویان به زادگاه‌های خود برمیگردند. Вот я думаю, тут такая сложность. Но, безусловно, эти люди будут возвращаться.